پند و نصیحت. دنیا شما رو گول نده، اون غرور شیطان بسیار مکار فریبنده شما رو نفریبد، گولتون نزنه، مواظب خودتون باشید. لذا انسان عاقل، اون مؤمن عاقل، هوشیار و بیدار کسی است که آماده هست، هر لحظه آماده هست برای دیدار با خدا، برای اینکه در روز محشر وقتی در پیشگاه رب العالمین و پروردگار قرار میگیرد حساب او حساب آسانی باشد، با سربلندی و روسفیدی و با عزت با خدای خودش دیدار و ملاقات بکند. پس خودمون رو آماده بکنیم برای روز قیامت و روز حساب و داوری. اما چگونه خودمون رو آماده بکنیم؟ چگونه خودمون رو محاسبه بکنیم؟ چون در این دنیا هر کسی خودش رو آماده بکند، حسابرسی بکند، به زندگی خودش سر بزند، حساب فردای قیامت آسان است. اما اگر اینجا سرمون رو پایین بندازیم، هرچی انجام دادیم، هرچی خوردیم، هرچی گفتیم همینطوری بریم، فکر بکنیم دیگه کسی دنبالمون نیست، دیگه حساب و کتابی نیست، روز قیامت خیلی سخت و دشوار است. چون انسان بدون آمادگی است. مثل این میمونه به عنوان مثال، اگر بگن شما فلان روز امتحان دارید، هر امتحانی، چه اونایی که دانش آموزن، چه اونایی که یه وقتی رفتن برای گواهی نامه گرفتن، برای هر چیزی، برای کارت ملوانی، میگن فلان روز امتحانه، اگر خودت رو آماده نکنید، نخونید، برید سر جلسه، قبول میشید؟ قبول نمیشید. اگر ما آمادگی نداشته باشیم ممکن انسان در روز قیامت مردود بشود و مردودی قیامت بی نهایت گرفتاری و بدبختی و حسرت دارد، چون دیگه راهی برای برگشت نیست، نمیتونید توبه بکنید و جبران بکنید. بیاییم همینجا خودمون رو محاسبه بکنیم، بررسی بکنیم. چگونه خودمون رو وارسی و بررسی بکنیم؟ نگاه کنید، خداوند دین خودش رو در بایدها و نبایدها قرار داده، یه سری چیزا از ما خواسته و واجبه بر ما، بعضی چیزا بر ما حرام کرده، گفته نخیر. بیاییم در این دو مورد خودمون رو بررسی بکنیم. بررسی نه اینکه سالیانه، روزانه، هر روز مؤمن هوشیار و عاقل وقتی از پیغمبر علیه السلام سوال شد که هوشیارترین، عاقلترین مردمان کی هست، که عاقلتره؟ فرمودن کسانی که بیشتر یاد مرگ و مردن بکنن و به بهترین وجه برای بعد از مرگ که روز قیامت و قبل از اون عالم برزخ و قبر از خودشون آماده بکنن، آماده مردنن، آماده دیدار با خدایان، هر لحظه بمیرن خودشون آماده کردن. اینا عاقلترین افرادن، اینا هوشیارترین و بهترین انسان ها هست. بیاییم خودمون آماده بکنیم. هر روز بالاخص قبل از خوابیدن 5 دقیقه وقتم نمیگیره عزیز من. چگونه ما برای کار و بار دنیامون وقتی دنبال کاریم، دنبال شغلیم، کار میکنیم، بالاخص اگر با کسی شریکیم، هر روز دفتر رو باز میکنیم، حساب و کتاب و بنویس و به هم بزن، نه نیم ساعت بلکه 1 ساعت 2 ساعت به خاطر دنیامون ضرر نکنیم، گولمون نزنن، چقدر سود کردیم. و اگر انسان عاقل این کار نکنه بعد از 1 سال ورشکست میشه، بدبخت میشه، ضرر میکند. بایستی بررسی بکنیم، حتی برای دنیا، کجا برای آخرت که دیگه راه برگشت نیست عزیز من. آدم پشیمون میشه اما سودی ندارد اون موقع. اما اینجا تا این لحظه ای که زنده ایم، پشیمانی، حسرت، ندامت، به خود اومدن، توبه کردن، التماس کردن، همه مفید است، سودمند است، به درد آدم میخورد. بیاییم هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال خودمون رو بررسی بکنیم. این 1 سال گذشته تا به حال من چه کردم؟